سلام دوستان، اومدیم امروز کالاف بزنیم. چیکار کنیم چیکار نکنیم. خوشتون اومده لایک کنید، سابسکرایب کنید. این چیه؟ بریم یه فیلم زویا کم میذارم اگه این مچ نه تموشه. اسم من چنگیزه، این چیزا نیستش. رضاشاه 12. وقتی که دوست نداریم خیلی بد میشه. اینجا رو ببینید. وقتی که دوست نداریم این میشه. دوستان یه بار کیک کردم. با مرامه کیک نمی کنه. با مرام اینطوری هن کیک نمی کنن. لول پایین و اینا رو میدونم. برای اینو نمیشنم، برای اینکه بچه ها رو کیک میکنن و لول ها رو کیک میکنن، لول ها اینا رو. اینقدر با مرام باشید که کیک نکنن. اکانتش ببینید. اینقدر این الان این اکان بود دست من ویدیو رو میذارم برای اونایی که کیک میکنن بچه ها رو. بچه من بعد این ویدیو یا از بازی کالاف و همه جا میرم، برای اینکه حسابی لایک نمیگیرم. نمیدونم چرا لایک نمیگیرم، حساب نمیکنم. این همه آدم محمد کالاف محمد لایک سابسکرایب میگیره برای اینکه اصلا بازی بلد نیست. اما من نمیگیرم. چرا؟ من دیگه از اگر میخواید من ندم لایک کنید. الان یه خارج این شادایی که من میزدم و حمایت میشد، اما حمایت من نمیشه.